سلام به همه. امروز در مورد یک فیلم اکشن فانتزی به نام برخورد تایتان‌ها صحبت خواهیم کرد. برای برخی از اسپویلرهای پیشرو آماده باشید. مدت‌ها پیش موجودات قدرتمندی به نام تایتان‌ها ارباب جهان بودند، اما سلطنت آنها به زودی توسط فرزندانشان به پایان رسید که هیولای عظیمی به نام کراکن را برای شکست دادن والدین خود ایجاد کردند. پیروزمندان شروع به خدایی خواندن خود کردند و رهبر آنها زیوس فرمانروای آسمان شد، اما با حقه و فریب برادرش هادس مجبور شد در دنیای زیرین زندگی کند و رنج بکشد. با گذشت زمان زیوس انسان را به شکل خود آفرید تا انسانها بتوانند خدایان را پرستش کنند و به خدایان جاودانگی و قدرت‌های بی‌نهایت بدهند، اما انسانها بیقرار شدند و شروع به شک به سازندگان خود کردند و در نهایت علیه آسمانها قیام کردند. جایی دور در اقیانوس‌ها یک ماهیگیر تابوتی را پیدا می‌کند که در آب شناور است و آن را سوار می‌کند، اما جسد یک زن و نوزادش را می‌بیند که به طور معجزه آسایی هنوز زنده بود. مرد تصمیم می‌گیرد نوزاد را به عنوان یکی از فرزندان خود بزرگ کند و در نهایت پسر به مرد جوانی به نام پرسیوس تبدیل می‌شود که او نیز مانند پدرش ماهیگیر است. آنها به سمت شهر آرگوس سفر می‌کنند و مجسمه عظیم زیوس را می‌بینند که با شکوه بر فراز اقیانوس ایستاده است. اما پیرمرد به زودی متوجه می‌شود که مشکلی وجود دارد، زیرا ارتشی از سربازان مجسمه را از پایه آن خراب می‌کنند. مجسمه غول پیکر در نهایت از صخره پایین می‌افتد و به آب سقوط می‌کند و امواج عظیمی را در اقیانوس ایجاد می‌کند، در حالی که سربازان پیروزی را جشن می‌گیرند. با این حال آسمان به زودی از ابرها تاریک می‌شود و موجودات پرنده متعددی از اقیانوس بیرون می‌آیند و به سمت فانی‌هایی که جرات توهین به خدایان خود را دارند هجوم می‌برند. سربازان سعی می‌کنند مقابله کنند، اما به وضوح با شیاطین پرنده برابری نمی‌کنند، زیرا به سرعت یکی کشته می‌شوند. موجودات به زودی شروع به ترکیب شدن با یکدیگر می‌کنند و در نهایت به خود هادس تبدیل می‌شوند. خدا متوجه قایق ماهیگیر می‌شود و به سمت فانی‌های درمانده حمله می‌کند و کشتی را به اقیانوس‌ها می‌کوبد. خوشبختانه پرسیوس توانست از حمله فرار کند، اما خانواده‌اش در داخل قایق گیر افتاده‌اند، زیرا قایق حتی عمیق‌تر در آب فرو می‌رود. مرد ناامیدانه به سمت پدرش شنا می‌کند، اما نمی‌تواند کسی را در داخل نجات دهد، در حالی که خانواده را تماشا می‌کند که درمانده خفه می‌شوند. پرسیوس بدون چاره دیگری مجبور می‌شود به سمت سد فرار کند و در حالی که از ناامیدی برای مرگ خانواده‌اش گریه می‌کند، خراب کشتی را می‌گیرد. در همان زمان زیوس به سرپیچی فانی‌ها در برابر خدایان پی برده است و از انسان‌ها به دلیل خیانت به عشق خود خشمگین می‌شود. هادس نیز به المپوس میرسد و سعی می‌کند برادرش را متقاعد کند که از بشریت انتقام بگیرد و به او اجازه دهد مردم آرگوس را مجازات کند. آپولو در برابر این امر توصیه می‌کند، زیرا آنها برای جاودانگی خود به دعای انسان نیاز دارند، اما زیوس با نقشه برادرش موافقت می‌کند، زیرا معتقد است که بشریت برای یادآوری عشق خدا به ترس نیاز دارد. از طرف دیگر پرسیوس توسط سربازان آرگوس از اقیانوس‌ها نجات می‌یابد و به سرعت به خود شهر منتقل می‌شود. سربازان در کنار پرسیوس به داخل کاخ می‌رسند و به پادشاه قیفیوس اعلام می‌کنند که با وجود تلفات سنگین، مأموریت آنها علیه خدایان موفقیت آمیز بوده است. مردم در حالی که به پادشاه خود سلام می‌کنند، در پیروزی تشویق می‌کنند، در حالی که قیفیوس به همه اطمینان می‌دهد که عصر جدیدی در راه است، جایی که خدایان دیگر سرنوشت انسان را کنترل نخواهند کرد. دختر پادشاه آندرومدان به آنها در مورد غرور هشدار می‌دهد، زیرا معتقد است که عصبانی کردن خدایان عواقب شدیدی خواهد داشت، اما مادرش به نگرانی‌های او می‌خندد، زیرا زن فکر می‌کند که آنها اکنون خدایان هستند. ناگهان چراغ‌های داخل ساختمان شروع به کم نور شدن می‌کنند، زیرا ابری از دود سیاه در مرکز اتاق ادغام می‌شود. موجود مرموز شروع به کشیدن همه سربازان به سمت خود می‌کند و مردان را به هوا بلند می‌کند و همه انسان‌ها را یکی می‌بلعد، زیرا پرسیوس به نوعی موفق می‌شود روی زمین بماند. ابر غول پیکر در نهایت خود را هادس نشان می‌دهد و خدا شیفته توانایی مرد در مقاومت در برابر قدرت خود می‌شود. هادس در حالی که در اتاق پرواز می‌کند، توجه را به سمت ملکه آرگوس معطوف می‌کند و نیروی زندگی را از زن دور می‌کند و در عرض چند ثانیه به جسد تبدیل می‌شود. خدا به مردم می‌گوید که 10 روز دیگر که خورشید گرفتگی می‌کند، کراکن را به شهر رها می‌کند، مگر اینکه شاهزاده خانم خود را به عنوان قربانی برای توهین به خدایان به هیولا تقدیم کنند. قبل از اینکه هادس برود، او عمدا فاش می‌کند که پرسیوس در واقع پسر زیوس خدایی است که واقعاً مسئول فجایع آینده است. سربازان بلافاصله شخصیت اصلی را گروگان می‌گیرند و رهبر آنها دراکو پرسیوس را شکنجه می‌کند و می‌خواهد بداند چگونه می‌توانند این نفرین را حل کنند، اما معلوم می‌شود که این مرد مانند دیگران بی‌خبر است. با این حال پرسیوس به زودی توسط زنی به نام آیو ملاقات می‌شود که به نظر می‌رسد همه چیز را در مورد گذشته مرد می‌داند و هویت او را به عنوان یک نیمه خدا تایید می‌کند. ظاهراً پادشاه آکریسیوس قبل از تولدش سعی کرد با رهبری محاصره کوه المت علیه خدایان شورش کند، اما زیوس به جای نابود کردن ارتش خود تصمیم گرفت او را به شیوهی وحشتناکتر مجازات کند. این خدا به آکریسیوس تبدیل شد و تصمیم گرفت ملکه را در آغوش بگیرد.
هنگامی که پادشاه به اتاق خود باز می‌گردد دیگر خیلی دیر شده بود و آکریسیوس دستور اعدام همسرش را در کنار نوزاد تازه متولد شده زیوس صادر می‌کند. قبل از اینکه مرد بتواند تابوت را بیرون بیاندازد، خدا با رعد و برق به او ضربه می‌زند که پادشاه را به هیولایی وحشتناک تبدیل می‌کند و او را تا ابد عذاب می‌دهد. آیو به پرسیوس می‌گوید که قدرت او به عنوان یک نیمه خدا او را به مرد کاملی برای کشتن کراکن تبدیل می‌کند و اگر هیولا بمیرد هادس نیز ضعیف می‌شود، زیرا این موجود از بدن خدا ساخته شده است. پرسیوس که متوجه می‌شود این تنها فرصت برای انتقام گرفتن از قاتل خانواده‌اش است، تصمیم می‌گیرد به سربازان به رهبری دراکو بپیوندد. آنها قصد دارند به دنبال جادوگران استیگی باشند که دانش همه چیز را دارند تا بتوانند راهی برای کشتن کراکن پیدا کنند. از طرف دیگر هادس تصمیم می‌گیرد به دیدار آکریسیوس برود که اکنون یک طرد شده است که در فاضلاب شهر زندگی می‌کند. او به مردان می‌گوید که پسر زیوس پس از این همه سال توانست زنده بماند و به آکریسیوس پیشنهاد می‌کند که سلاح انتقام او باشد. هادس با دمیدن فساد در بدنش به مرد قدرت عظیمی می‌دهد و قول می‌دهد که اگر آکریسیوس پسر خدا را بکشد زیوس را نابود کند. در همین حال پرسیوس در کنار سربازان به داخل جنگلی می‌رسد و به سرعت هاله‌ای از نور درخشان را کشف می‌کند که او را صدا می‌کند. به نظر می‌رسد که زیوس یک سلاح جادویی که از آسمان ساخته شده است به او هدیه داده است و مرد از قدرت شمشیر درخشان شگفت زده می‌شود، اما از پذیرش چیزی از خدایان امتناع می‌کند، زیرا این خدایان بودند که باعث مرگ خانواده‌هایش شدند. خیلی زود پرسیوس با منظره خارق‌العاده دیگری روبرو می‌شود، زمانی که اسب‌های متعددی را با بال در جلوی خود می‌بیند. قبل از اینکه بتواند زیبایی حیوانات را تحسین کند، اسب غول پیکر دیگری با بالهای سیاه پشت سر مرد فرود می‌آید و باعث می‌شود که او از ترس به زمین بیفتد، زیرا این موجود بالهای عظیم خود را باز می‌کند. آیو از پشت پرسیوس ظاهر می‌شود و توضیح می‌دهد که نام آن پگاسوس است، موجودی جادویی که بدون شک توسط خدایان فرستاده شده است تا به او کمک کند کراکن را نابود کند. با این حال مکالمه آنها با فریاد وحشتناکی از همان نزدیکی قطع می‌شود که باعث می‌شود پرسیوس به سمت سربازان بدودد، اما می‌بیند که آکریسوس به راحتی 2 نفر از رفقای خود را کشته است. هیولا شروع به حمله به شخصیت اصلی می‌کند و او را از تپه‌ها پایین می‌اندازد، در حالی که از نزدیک پشت سر را تعقیب می‌کند و مانند یک جانور وحشتناک می‌دود. این موجود به هوا می‌پرد و با قدرت عظیمی سقوط می‌کند و به سختی پرسیوس را در حمله از دست می‌دهد. مرد سعی می‌کند با شمشیر خود مبارزه کند، اما هیولا بیش از حد قوی است و درست بازوی پرسیوس را گاز می‌گیرد و باعث می‌شود که او از درد فریاد بزند. خوشبختانه این مرد می‌تواند آزاد شود، زیرا سایر سربازان برای کمک به آنها حمله می‌کنند، اما آنها به سرعت توسط آکریسیوس و قدرت غیرقابل تحمل او شکست می‌خورند. هیولا یک بار دیگر توجه را به سمت پرسیوس معطوف می‌کند و سر مرد را می‌گیرد، اما دراکو موفق می‌شود با بریدن دست دشمن شخصیت اصلی را نجات دهد. پرسیوس که متوجه می‌شود این موجود آسیب دیده است، بلافاصله در کنار افرادش به دنبال هیولا می‌رود، اما چیزی که آنها متوجه نمی‌شوند این است که دستی که قطع شده است به سرعت به یک عقرب وحشتناک تبدیل می‌شود. خیلی زود یکی از تیم‌ها می‌تواند با کوبیدن دشمن کمین کند، اما مردان به سرعت متوجه می‌شوند که مشکلی وجود دارد، زیرا زمین شروع به لرزیدن می‌کند و پنجه‌هایی از داخل ماسه‌ها ظاهر می‌شوند و به آکریسیوس اجازه فرار می‌دهند. عقرب‌های غول پیکر از زیر زمین شروع به ظاهر شدن می‌کنند و مردان مجبور می‌شوند برای جان خود بجنگند، زیرا هیولاها با عصبانیت به سربازان ضربه می‌زنند. جنگجویان به سرعت توسط موجودات غرق می‌شوند، زیرا توسط دم عقرب سوراخ می‌شوند و به هرواز در سراسر میدان فرستاده می‌شوند. در حالی که هیولا به دنبال آن نیست، دراکو از این فرصت استفاده می‌کند و روی عقرب غول پیکر می‌پرد و با استفاده از هر 2 تیغه خود به پشت او خنجر می‌زند. یکی از افرادش نیزه را به سمت دراکو پرتاب می‌کند و به جنگجو اجازه می‌دهد از سلاح استفاده کند و آن را به بدن عقرب بزند و در نهایت یکی از موجودات شرور را بکشد. در همان زمان پرسیوس سعی می‌کند با عصبانیت به هیولای غول پیکر حمله کند، اما با پنجه‌های موجود مورد اصابت قرار می‌گیرد و به زمین می‌افتد. عقرب شخصیت اصلی را می‌گیرد و او را به ستونی می‌کوبد و سعی می‌کند با استفاده از دم سمی آن مرد را بکشد، اما آیو می‌تواند قبل از ضربه نهایی دخالت کند و سلاح موجود را قطع کند. عقرب به سرعت به سمت زن حمله می‌کند و سعی می‌کند او را بکشد و آیو را مجبور به داخل یک سازه می‌کند، زیرا هیولا به حمله وحشیانه خود ادامه می‌دهد. خوشبختانه پرسیوس می‌تواند در آخرین لحظه او را نجات دهد و این 2 نامیدانه از محل دور می‌شوند، در حالی که عقرب از نزدیک پشت سر می‌رود. مرد که متوجه می‌شود جایی برای فرار وجود ندارد، آیو را از منطقه دور می‌کند و آماده می‌شود تا به تنهایی با این موجود مبارزه کند. عقرب غول پیکر با تمام قدرت خود به سمت مرد پرتاب می‌شود و قبل از فرود در زمین زیرین به سازه
ها برخورد می‌کند. مردمی که شوک را تماشا می‌کنند زیرا این موجود ظاهرا نیمه خدا را بلعیده است، اما پرسیوس موفق می‌شود از شکم عقرب باز شود و در همان زمان هیولا را بکشد. قبل از اینکه مردم بتوانند پیروزی خود را جشن بگیرند، سربازان دیگر شروع به دویدن به سمت آنها می‌کنند، زیرا عقرب‌های بیشتری از پشت تپه‌ها ظاهر می‌شوند و تیم را احاطه می‌کنند و جایی برای فرار ندارند. درست زمانی که دشمنان در شرف حمله هستند، موجودات در جای خود منجمد می‌شوند، زیرا شعارها از فاصله دور شنیده می‌شود. دراکو بلافاصله افراد مرموز را به عنوان دشمنان جنگ که سالها پیش با آنها جنگیدن می‌شناسد، اما پرسیوس معتقد است که آنها متحد هستند، زیرا آنها مسئول متوقف کردن هیولاها هستند. علاوه بر این، جنها به سرعت می‌توانند هیولاهای غول پیکر را کنترل کنند، اساس آنها را اهلی می‌کنند و آنها را به وسایل حمل و نقل تبدیل می‌کنند. اگرچه سربازان در ابتدا مرد بودند، اما به سرعت تصمیم می‌گیرند به جن اعتماد کنند، زیرا این تنها راه برای انجام سفر قبل از وقوع ماه گرفتگی است. با استفاده از عقرب‌ها مهمانی می‌تواند بدون زحمت در سراسر سرزمین‌ها سفر کند و در نهایت به باغ استیگیا، خانه جادوگران خطرناک می‌رسد. این گروه با شروع شب به سمت کوه می‌روند و در نهایت به قله صعود می‌کنند و با احتیاط به سمت مرکز حرکت می‌کنند. خیلی زود سه موجود وحشتناک بدون چشم در مقابل مردم ظاهر می‌شوند و جادوگران دقیقاً می‌دانند که جنگجویان به دنبال چه چیزی هستند. هیولاها برای دانش خود پول می‌خواهند و شروع به حمله به سربازان می‌کنند، اما پرسیوس موفق می‌شود تنها چشم آنها را بزدد و تهدید می‌کند که آن را نابود خواهد کرد، مگر اینکه جادوگران راه حلی برای کشتن کراکن به آنها ارائه دهند. جادوگران بدون انتخاب دیگری به نیمه خدا میگویند که فقط مدوسا میتواند جانور غول پیکر را بکشد، زیرا نگاه او میتواند هر چیزی را که گوشت است به سنگ تبدیل کند. پس از شنیدن این پیشگویی ناخوشایند، بسیاری از مردم تصمیم گرفتند مأموریت را رها کنند و تنها سربازان و رهبر جن باقی بمانند که می‌خواهد از خدایان برای تبعید مردمش به بیابان‌ها انتقام بگیرد. خدا به پرسیوس میگوید که او قصد ندارد کراکن را شکست دهد و از هادس انتقام بگیرد، همانطور که پیشگویی‌های جادوگر تایید کرده است. زیوس می‌خواهد از پسرش محافظت کند تا بتواند در کنار خدایان دیگر در بهشت زندگی کند، اما پرسیوس بلافاصله امتناع می‌کند و به جای آن زندگی و مرگ به عنوان یک مرد را انتخاب می‌کند. زیوس که نمی‌خواهد شکست پسرش را ببیند، یک سکه طلایی به مرد می‌دهد تا بتواند با خیال راحت به لانه مدوسا سفر کند، زیرا این مکان نیاز به پرداخت قابل توجهی دارد. پس از جسارت در سراسر سرزمین‌ها، گروه در نهایت به حفره‌ای غول پیکر می‌رسد که در داخل سطح زمین قرار دارد، جایی که رودخانه‌ای شبگونه که پوشیده از مه است در مقابل آنها ظاهر می‌شود. پرسیوس سکه طلایی را که پدرش به او داده بود بیرون می‌آورد و جن در حالی که طلسم می‌کند آن را به داخل آب می‌اندازد و سعی می‌کند به کشتیبان رشوه بدهد تا آنها را به دنیای زیرین ببرد. خیلی زود ارواح مرده متعددی از آب ظاهر می‌شوند، در حالی که یک قایق غول پیکر را به سمت گروه می‌کشند و دیو شوم از افراد داخل کشتی استقبال می‌کند. آنها در سراسر رودخانه خالی از سکنه‌ای که پر از سنگ‌های ذوب شده از هسته زمین است سفر می‌کنند و مردم در نهایت با رسیدن به مقصد یک پاکسازی را می‌بینند. سربازان به سمت یک میدان صخره‌ای به جلو ادامه می‌دهند و در نهایت به ورودی لانه مدوسا می‌رسند، جایی که فقط مردان می‌توانند وارد شوند، زیرا آیو را پشت سر می‌گذارند تا منتظر بازگشت خود باشند. جنگجویان وارد غاری می‌شوند که توسط گدازه پوشانده شده است، جایی که مجسمه‌های بیشماری از مردان در جای خود منجمد شده‌اند و همه قربانیان قدرت مدوسا هستند. آنها شروع به شنیدن خنده‌های دیوانه وار یک زن از دور می‌کنند و متوجه می‌شوند که هیولا باید در همان نزدیکی باشد. ناگهان چندین تیر به سمت سربازان شلیک می‌شود و باعث می‌شود آنها در گودال‌های گدازه زیر بیفتند، زیرا پرسیوس ناامیدانه سعی می‌کند در حالی که جنها را نجات می‌دهد نگه دارد. دراکو به جنگجویان می‌گوید که به سرعت مدوسا را تعقیب کنند تا او را کنار بگذارند، در حالی که پرسیوس موفق می‌شود جن را روی سطح بیاندازد و خود را نیز نجات دهد. این دو سرباز تمام تلاش خود را می‌کنند تا هنگام شکار شیطان از نگاه او دوری کنند، اما خیلی سریع به مجسمه تبدیل می‌شوند که روی زمین می‌افتند و تکه تکه می‌شوند. پرسیوس ناامیدانه در کنار جن می‌دود، در حالی که سعی می‌کند از تیرهای شیطان دوری کند و در حالی که به دنبال طعنه‌هایش می‌گردد از شکارچی پنهان می‌شود. او به همراهش می‌گوید که منتظر بماند تا هیولا را فریب دهد و به سرعت به دهانه‌ها حمله می‌کند و باعث می‌شود مدوسا در حالی که سعی می‌کند مرد را تکه تکه کند، او را تعقیب کند. پرسیوس همچنان از حملات شیطان اجتناب می‌کند، در حالی که دراکو آنها را از دور تماشا می‌کند و سعی می‌کند منتظر زمان مناسب برای کمین کردن این موجود باشد. جنگجو در نهایت هیولا را به سمت جن فریب می‌دهد و
و به سر مدوسا ضربه می‌زند، اما در نهایت هدف را از دست می‌دهد و به سرعت توسط دم او اسیر می‌شود. هیولا سعی می‌کند جن‌ها را به سنگ تبدیل کند، اما به طرز شگفت انگیزی شکست می‌خورد، زیرا این موجود دیگر گوشتی روی بدنش ندارد. جن به مدوسا می‌خندد و تصمیم می‌گیرد خود را منفجر کند و باعث انفجار عظیمی می‌شود که هیولا را در کنار پرسیوس از بین می‌برد. قبل از اینکه موجود بتواند بهبود یابد، دراکو از بالا ظاهر می‌شود و روی صخره غول پیکر روی سقف می‌پرد و باعث می‌شود که از هم بپاشد و درست بالای دم هیولا بیفتد و او را روی زمین به دام بیندازد. دیو با عصبانیت به عقب نگاه می‌کند و مرد را به یک مجسمه تبدیل می‌کند و به پرسیوس این فرصت را می‌دهد که از طریق بازتاب‌های روی سپر سر موجود را هدف قرار دهد. مدوسا به جلو پرتاب می‌شود، در حالی که جنگجو نیز به سمت هیولا می‌پرد و در حالی که چشمانش را بسته نگه می‌دارد با عصبانیت به گردن شیطان ضربه می‌زند. پرسیوس موفق می‌شود درست از میان موجود عبور کند و در نتیجه باعث می‌شود سر مدوسا روی زمین بیفتد. مرد در حالی که سر شیطان را حمل می‌کند به عنوان تنها بازمانده زنده بیرون می‌آید، اما فقط برای دیدن اینکه آیا از پشت توسط آکریسیوس چاقو می‌خورد و مانند یک عروسک پارچه‌ای به دیوارها پرتاب می‌شود. جنگجو با عصبانیت به قاتل حمله می‌کند و سعی می‌کند انتقام دوستش را بگیرد، اما به سرعت توسط موجود مغلوب می‌شود و به زمین می‌افتد. پرسیوس به طرز وحشیانه‌ای مبارزه می‌کند و موفق می‌شود به پای آکریسیوس چاقو بزند، اما او با قدرت دشمن برابری نمی‌کند و مانند هیچ چیز مشت می‌خورد. پرسیوس با دیدن دوستش که در آستانه مرگ روی زمین دراز کشیده است، تصمیم می‌گیرد از سلاح خدایان استفاده کند و در حالی که به دشمن ضربه می‌زند به هوا می‌پرد و به سرعت با مجبور کردن هیولا به عقب نبرد را به نفع خود تغییر می‌دهد. آکریسیوس به سرعت تحت تأثیر حملات جنگجو قرار می‌گیرد و در نهایت از ناحیه شکم چاقو می‌خورد و با سقوط در ورطه هیولا را یک بار دیگر به انسان تبدیل می‌کند. پرسیوس با عجله به سمت آیو برمیگردد و سعی می‌کند قبل از مرگش او را نجات دهد، اما زن به او می‌گوید که در عوض کراکن را متوقف کند و مردم آرگوس را قبل از ماه گرفتگی نجات دهد. آیو به مرد اطمینان می‌دهد که همه چیز درست خواهد شد قبل از اینکه به نیستی تبدیل شود و بدنش به خاک تبدیل شود. قبل از اینکه مرد بتواند برای مرگ او عزاداری کند، متوجه می‌شود که پگاسوس از آسمان به سمت او پرواز می‌کند و راهی برای بازگشت به آرگوس قبل از نابودی شهر به او پیشنهاد می‌دهد. با نزدیک شدن ماه گرفتگی، کف دریا شروع به باز شدن می‌کند و تعدادی شاخه غول پیکر را در آب رها می‌کند که همگی به سمت شهر هجوم می‌آورند و امواج عظیمی را در اقیانوس‌ها ایجاد می‌کنند. مردم متوجه می‌شوند که هیولان در حال آمدن است و شاهزاده خانم را روی سکو می‌بندند و او را به عنوان قربانی برای کراکن ارائه می‌دهند تا بقیه بتوانند در امان بمانند. شاخه‌های غول پیکر از آبها بیرون می‌آیند و با قدرت عظیمی به شهر برخورد می‌کنند و همه چیز را در راه نابود می‌کنند، زیرا مردم برای نجات جان خود فرار می‌کنند. در همان زمان کاخ داخل المپ شروع به لرزیدن شدید می‌کند و هادس سرانجام به زیوس فاش می‌کند که همه خدایان را فریب داده است تا او را قوی‌تر کنند. از آنجایی که کراکن از بدن هادس ساخته شده است، تخریب‌های ناشی از هیولا فقط قدرت او را افزایش می‌دهد، در حالی که بقیه را ضعیف‌تر می‌کند. از طرف دیگر پرسیوس به سمت کراکن نزدیکتر می‌شود و قصد دارد جانور را بکشد، اما هادس متوجه حضور نیمه خدا شده و با تبدیل شدن به شیاطین متعدد به حمله می‌کند. موجودات توانستند سر مدوسا را بستند، در حالی که پرسیوس از نزدیک پشت سر را تعقیب می‌کند و در نهایت به شهری می‌رسد که شاخه‌های غول پیکر همه مردم بیگناه را می‌کشند. پرسیوس می‌تواند با کوبیدن موجودات شیاطینی را که او را تعقیب می‌کنند از بین ببرد، در حالی که ناامیدانه تلاش می‌کند تا به دنبال سر مدوسا برود. خیلی زود کراکن شروع به بیرون آمدن از اقیانوس‌ها می‌کند و بدن عظیم خود را در حالی که با عصبانیت بر سر مردم غرش می‌کند نشان می‌دهد، در حالی که شاهزاده خانم پس از مشاهده هیولا ناامیدانه گریه می‌کند. پرسیوس به تعقیب دیو پرنده ادامه می‌دهد و آن را به هوا می‌رساند، در حالی که در این فرایند به سختی از حمله کراکن فرار می‌کند. جنگجو از اسب پرنده خود به پایین می‌پرد و می‌تواند این موجود را بگیرد و هر دوی آنها را به ساختمان‌ها سقوط کند و درست پشت شاهزاده خانم فرود بیاید. کراکن به زن نزدیک می‌شود و قصد دارد بدن او را در یک لقمه ببلعد، اما پرسیوس موفق می‌شود سر مدوسا را بگیرد و به سمت هیولان بدود. نیمه خدا مدوسا را بیرون می‌آورد و نگاه خود را به این موجود عظیم الجثه می‌تاباند و باعث می‌شود کراکن به آرامی به سنگ تبدیل شود و از درد فریاد بزند. هیولان با عصبانیت غرش می‌کند، زیرا بدنش به آرامی در جای خود یخ می‌زند و باعث می‌شود بازوی عظیم آن روی ساختمان‌ها بیفتد و همه افراد زیر آن را بکشد. آندرومدا به اقیانوس‌ها می‌افتد و در داخل آب فرود می‌آید، در حالی که کراکن غول پیکر همزمان تکه تکه می‌شود. هادس در مقابل پرسیوس ظاهر می‌شود و سعی می‌کند انتقام کشتن هیولای خود را بگیرد، اما نیمه خدا رعد و برق را از آسمان تداعی می‌کند و اسلحه را به سمت دشمن پرتاب می‌کند و باعث ایجاد یک موج شوک قدرتمند می‌شود که خدای شیطانی را به دنیای زیرین می‌فرستد.
پرسیوس به داخل آب میپرد و به سرعت به سمت شاهزاده خانم شنا میکند و در نهایت موفق میشود دست او را بگیرد و او را از غرق شدن نجات دهد، زیرا هر دوی آنها بدون آسیب به ساحل میرسند. آندرومدا برای نجات جان او به پرسیوس پیشنهاد میکند که شوهرش باشد، اما مرد امتناع میکند زیرا او تمایلی به پادشاهی در آینده ندارد. پس از بازگرداندن شاهزاده خانم به مردم آرگوس، پرسیوس بار دیگر از زئوس بازدید میکند. خدا با زنده کردن آیو به پسرش برای نجات بهشت پاداش میدهد و به جنگجو اجازه میدهد بقیه عمر خود را با زنی که دوستش دارد بگذراند. پس نظر شما در مورد این فیلم چیست؟ در نظرات زیر به من اطلاع دهید. و اگر ویدیوی من را دوست دارید، لطفاً لایک را فشار دهید و برای اطلاعات بیشتر مشترک شوید. دفعه بعد شما را میبینم.